بحران‌های سیاسی در ایران. شکاف عمیق سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران هر روز بیشتر و بیشتر می شود و اینک احمدی نژاد سوژه جدید این شکاف است. مسلماً رژیم‌های اقتدارگرا و ایدئولوژیکی همچون جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایجاد بحران‌های مختلف به حیات خود ادامه می‌دهند. ولی بعضی مواقع این بحران‌ها نه ساخته خود بلکه به صورت تاریخی و دیالکتیکی محصول ناکارآمدی درونی خود نظام است. چنین رژیم‌هایی توان بروزرسانی و آپدیت کردن خود با جهان مدرن در ساحات مختلف را ندارند. به همین دلیل این مسئله باعث پوسیدگی هرچه بیشتر ساختار به شدت محافظه‌کارانه و سنتی آن خواهد شد. در چنین شرایطی است که جنبش‌های توده‌ای در نبود نهادهای مدنی دموکراتیک دائما شکل خواهد گرفت. در آذربایجان جنوبی، حرکت ملی آذربایجان پیشرو چنین جنبش‌هایی در ایران است. حرکت ملی که موتور محرکه و بیداری ملی سایر خلق‌ها و ملت‌های غیر فارس در داخل جغرافیای موسوم به ایران بوده و هست، پر انرژی حرکت می‌کند. در واقع این ساختار اندیشه‌ای در آذربایجان در مرحله بیداری ملی قرار دارد. این مرحله اصلی ترین مرحله فروپاشی رژیم‌های اقتدارگراست. این حرکت مشروعیت رژیم ایران را در جنگ اخیر آزادسازی قره‌باغ به چالش کشید و نشان داد که حرکت بیداری ملی آذربایجان در شرایطی که هیچ امکان مادی در برابر رژیم ایران ندارد، از نظر فکری و روحی توان به چالش کشیدن این رژیم را داراست که این توان در نهایت میتواند به رهایی و استقلال ملی آذربایجان جنوبی منجر شود. به نظر می رسد تنها متحد استراتژیک این حرکت که ایران را در اکثر مواقع به چالش می کشد، جمهوری های ترکیه و آذربایجان شمالی است. ترکیه قلب دنیای ترک و مسلمانان است و ماهیت فکری دولتی ترکیه همیشه برای ایران بحران آفرین است. این بحران حتی با شعرخوانی جناب رئیس جمهور آقای رجب طیب اردوغان در مورد رود آراز به خوبی خود را نشان داد. Arası ayırdılar, milliyen doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. یک جمله تو آخرین فردی هستی که میتوانی نظر بدهی مربوط به سفیر ترکیه در عراق در پاسخ به یاوه‌گویی‌های سفیر ایران در عراق در خصوص ارتش ترکیه بحران‌های ایدئولوژیکی و سیاسی را در ایران دوباره تقویت کرد. چنین بحران‌هایی نهایتاً منجر به زوال دولت ایرانی و استقلال ملت‌های درون جغرافیای ایران خواهد شد.